داستان این ویدیو پایین رو وقتی شنیدم اشک ریختم. این یه پدری که با بچهش داره میره توی دستگاه MRI. چه اتفاقی افتاده؟ این بچه تصادف میکنه و برای اینکه از پاهاش عکس بگیرن باید بره توی دستگاه MRI. وقتی میرسه نزدیک دستگاه رو که میبینه میترسه، میگه من نمیرم توی دستگاه و بابا هم باید با هم بیاد. پدرش هم بدون هیچ چونه‌چرایی قبول میکنه، میگه باشه من باهات میام. پزشکا و دکترها دور و برش میگن که این کار خطر داره، میگه اصلا مسئله نداره من میرم و با بچهش میره داخل دستگاه و میاد بیرون. یه نکته ای رو من متوجه شدم، این که پدرها شاید مثل مامانا نگن دوست داریم عزیز دلم قربونت برم، ولی با عمل به همون نشون دادن. و الان من از زبون تو میخوام به بابات بگم اینکه بابا من میدونم چقدر برای من زحمت کشیدی و تمام زحمات تو دیدم و قدردانشم هستم. خیلی دوستت دارم، مرسی که هستی. این پستم بفرست واسه پدرت، سرسلامتی پدرای در قید حیات و روح تمام پدرای آسمانی هم